درود خدمت مخاطبین عزیز قدس بانک. امروز میخوایم با هم میزان سود صندوق لوتوس پارسیان رو بررسی کنیم. پس با من همراه باشید. اصلا صندوق لوتوس پارسیان چی هست؟ صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان یکی از صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت و با پیش بینی سود می باشد که تحت نظارت سازمان بورس به ثبت رسیده است. برای اشخاصی خوبه که نمیخوان ریسک کنن و یه درآمد ثابتی رو ماهیانه میده و موظفه که به اون عمل کنه. ارزش هر سهم این صندوق هم 110,000 تومانه که شما میتونید با خرید یک سهم سرمایه گذاریتون رو شروع کنید. موعد پرداخت سودش هم 25 به 25 هر ماهه. طبق قوانینشون هم مدیر صندوق موظفه که حد اکثر تا 2 روز بعد از تاریخ 25 سود رو واریز کنه به حساب مشتریانی که سرمایه گذاری کردن. خب بریم که سود ماهیانه این صندوق سرمایه گذاری رو با هم بررسی کنیم. همینطور که داخل سایت خود لوتوس پارسیان گفته در حال حاضر ماهیانه 25% سود میده. بریم محاسبه کنیم که ببینیم چقدر میشه. طبق روال گذشتمون ما مبنا رو میذاریم روی 100 میلیون تومان دوباره که ساده تر متوجه بشیم. 100 میلیون تومان سپرده گذاشتیم داخل این صندوق. سود سالیانش هم که گفته بود 25% هستش. بریم ببینیم چقدر به ما در ماه میده. سود روز شمارمون بابت 100 میلیونی که گذاشتیم در صندوق لوتوس میشه 69800 تومان. سود 30 روزمون میشه 2,095,000 تومان و سود ماه‌های 31 روزمون میشه 2,165,000 تومان که مجموعش سالانه میشه 25,500,000. ممنونم که با من همراه بودین. برای اطلاع از سود بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری فقط کافیه که صفحه ما رو در آپارات دنبال کنید. حتما با دید باز گزینه سرمایه گذاریتون رو انتخاب کنید تا بهترین میزان سود رو در سال 1404 داشته باشید. خدا نگهدار.